هر کی شبیه شما نیست جهنمی نیست. مامانا دارم به همتون میگم هر کی شبیه شما نیست جهنمی نیست. معیار بهشت و جهنم زنان ایرانی و زنان مذهبی ایران نیستند. عدل خدا جوری دیگه است. مامان کاشانی که شهر مذهبی کاشان زندگی میکنی، از اینکه تو مثلا الان مذهبی هستی خوشحالی نداره که ما تو جو مذهبی بزرگ شدیم. من و شما دهه 50 60 هستیم، نهایت دهه 70 هستیم، تو این فضاها هستیم. بچگی من و شما تو هر کوچه 3 تا شهید می آوردن. زمان جنگ بود. خوندن دعای کامل و توسل تفریحاتمون بود. مسجد میرفتی. داشتن حجاب افتخار بود. تو مدرسه جایزه میگرفتن. اصلا نصف بیشتر نه 99% مدرسه‌مون بچهای مذهبی بودن. خوندن قرآن سر صف امتیاز داشت. مسابقات دینی و مسابقات قرآنی و احکام جزء پوانا و جزء امتیازاتمون بود. امام حسین و اهل بیت تو وجودمون، اصلا توی شهرمون، تمام زندگیمون و تمام حسهای مثبتمون بود. یک کلام جو مثبت بود. ما این شدیم، هنر نکردیم. اینقدر می‌خواستیم گناه کنیم، می‌خواستیم، خدا نمی‌خواست. بعد میگه ما گناه نکردیم. می‌خواستی هم نمیتونستی گناه کنی. فیلم بد نبود که ببینی. رک دارم با حرف میزنم. فکر کن کسی هست نبود این شدی عزیز من. آقای دکتر بود نبود. دختر تو دهه 80 90 زمانی داره زندگی میکنه که حجابشو دارن مسخره میکنند، بهش میگن امول. زمانی داره امام حسین دوست داره که هر کی امام حسین دوست داشته خرافیه، عقب افتاده است. زمانی داره نماز میخونه که نماز اصلا جزء یک سری کاری خرافی و احمقانه است تو بعضی مدارس، تو بعضی از مراکز و فامیل ها و دوستا و آشنایی ها. دختر تو در زمانی داره دینداری میکنه که دین اینقدر جایگاه نداره، محبوبیت نداره، ولی با این وجود نماز تقلقی میخونه. یه حجاب نصف نیمه‌ای داره، عاشق امام حسینه. در عرض 5 ثانیه میتونه به کل عالم وصل بشه، به کل عالم، به هر چیز منفی عالم. یه اینترنت وصل بکنه، سرچ بکنه، هر چی میخواد. خودش میگه نه گناه داره، ولش کن. خودش گوششو برگردونه. کی پاک داره؟ عدل خدا اینه هر کی در زمان خودش محاسبه میشه. خدای شکلیه. بچه دهه 80 رو با بچه دهه 60 مقایسه نخواهند کرد. پس فکر نکن تو چون نداشتی الان پاکی با دخترت که داره و پاک مساوی. خیلی از ما بالاتره اینا. چه بس اون دنیا بشه یه نماز قضای اینا و خیلی از نمازهای تقلقشون با نماز شب 11 رکعتی ما مساوی باشه. پس هر کی شبیه تو نیست جهنمی نیست.